بیننده بعدی سوالی پرسیدن در مورد اینکه گفتن مدتی است که در کشور هند مشغول به تحصیل هستند و در اتاق لیلیه یا خوابگاه با یک کافر غیر مسلمان زندگی میکنند. گفتن میخواستن بدانن که حکم نجاست در صورت دست تر زدن به شیر آب و دستگیری دروازه که از مشترکات است چگونه است؟ آیا بعد از تماس دست تر با آنها دستها نجس می شود و در ضمن حکم خوردن غذاهای آنها چگونه است؟ مثلا نان که آنها خمیرش را درست میکنن آیا درست هست خوردن یا نه؟ اصل در مورد انسان به صورت کلی طهارت هست، یعنی حتی انسان به صورت کلی مسلمان و کافرش اصل در اون طهارت هست. حتی بعد از مرگش هم علما یعنی تصریحاتی دارند که انسان در واقع نجس نمی شود و طاهر هست. منتها مطلبی که ایشون شاید در شک افتادن به خاطر آیه سوره توبه هست، آیه 28 که الله متعال میفرماد که انما المشرکون نجسون، که مشرکان در واقع نجس هستند. این بحثی که در سوره توبه و در مورد نجاست مشرکان اومده، این نجاست یک نجاست ظاهری و فیزیکی نیست، یک نجاست معنوی هست و هیچ ربطی به بدن انسان که مسلمان باشه یا کافر باشه در واقع ندارد. در این زمینه از مفسرین نقل قولهای زیادی شده. امام طبری رحمت الله علیه از قتاده نقل کرده که مراد از نجاستشون این است که در واقع جنوب میشوند و چه بسا که غسلی انجام نمیدهند پس بنابراین نجس هستند، یعنی این که نجاستشون یک نجاست معنوی هست. و این نظر جمهور اهل سنت و الجماعت هست که نجاست مشرکان که الله متعال در قرآن کریم ذکر کرده یک نجاست معنوی هست و نجاست ظاهری و فیزیکی و خارجی نیست که اگر به یک چیزی دست بزنند، به لیوانی دست بزنند، به غذایی دست بزنند، دستشون خیس باشه، به لباس یک مسلمانی دست بزنند، معنیش این نیست که لباس مسلمان در واقع نجس شده. و در این زمینه دلایل بسیار زیادی وجود داره، من جمله این که الله متعال نکاح اهل کتاب رو برای مسلمانان جایز قرار داده. اهل کتاب یهود و نصارا که در شرکشون و مشرک بودن نصارا خصوصا هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره، اما با وجود این الله متعال جایز قرار داده برای مسلمانان که با اهل کتاب، با زنان اهل کتاب یعنی یهود و نصارا ازدواج بکنن. خب قطعا وقتی که زن و شوهری زندگی مشترکی رو دارند به همدیگر دست میزنند، به لباس همدیگر دست میزنند و بقیه مواردی که در این زمینه به وجود میاد. و اگر یعنی مجرد یعنی لمس کردن دست یک کافر بدن یک کافر این نجس آور بود و بدن نجس میشد، معنیش این بود که نباید الله متعال اجازه میداد که یک مسلمان با یک یهودی یا مسیحی ازدواج بکند. و مطلب دومین که الله متعال همچنین برای اهل کتاب یهود و نصارا طعام آنها را یعنی ذبیحه آنها را الله متعال برای ما حلال قرار داده. یک مسلمان میتواند که از غذای یک یهودی یا مسیحی بخورد. غذایی که در اینجا معرفی می شود یعنی ذبیحهشون، حیوانی که در واقع ذبح کرده باشند. و ما میدونیم که الله متعال در سوره اعراف میفرماد و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، که رسول الله صلی الله علیه وسلم و به صورت کلی شریعت اسلامی مبناش بر این است که طیبات را، این چیزهای پاکیزه را حلال میگرداند و خبایث را حرام میگرداند. خب غذای اهل کتاب را حلال قرار داده برای ما. اگر قرار بود که به خاطر خمیر کردن یک آردی یا پختن غذایی خود غذا نجس بشود، معنی نداشت که غذای اهل کتاب برای مسلمانان در واقع حلال شمرده بشود. غیر از این روایات متعددی ما داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم غذای یهود رو میخوردند و در ظرفه های اونها غذا میخوردند. هدایایی رو که میفرستادند هم استفاده میکردند. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم از مشک یک زنی که در واقع کافر بود و مشرک بود، از مشک اون که در خونش بود آب نوشیدند. خب قطعا اون دست زده و آب داخل مشک کرده، اما با وجود این ما میبینیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم از اون استفاده میکنند و دلایل بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد
که مراد از نجاستی که در قرآن اومده که مشرکان نجس هستند، این نجاست معنوی هست، یعنی یک نجاست حکمی هست. بدنشون نجس نیست، اگر دستشون ولو اینکه خیس باشد به لباس شما، به دست شما دست زدن و غذایی رو برای شما آماده کردن، پختند، نان آردی رو خمیر کردن، به هیچ عنوان در واقع نجس نمی شود، چه طرف مقابل شما اهل کتاب باشد یا حتی غیر مسلمان باشد، مطلقاً سیک و هندو باشد یا هر مذهب دیگر و دین دیگری رو داشته باشد، به هیچ عنوان نجس نیست و در این زمینه شما نباید دغدغه‌ای رو داشته باشید. جزاکم الله خیر.